فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد اضافاتی که شیعیان در اذان آوردن سوال کردن که این اضافات از کجا آمد؟ متاسفانه این یک موردی هست که هیچ گونه اصلی رو نداره در روایات شیعه، حتی در روایات خود شیعه، بگذاریم از روایات اهل سنت و الجماعت و حتی علمای خودشون هم امروزه در تریبونهای عمومی و جهانی این اعلام کردند که این از اصل اذان نیست، بلکه این نشانه تشیع ما هست. شعار تشیع هست و نشانه تشیع هست و از این بدین خاطر است که میبینیم که این شعار متفاوت هست در شهرهای متفاوت و در کشورهای متفاوت. در جای اضافه میکنند که اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی حجت الله، یا در جاهای دیگر عموما در پاکستان و در کشورهای دیگر جملات خیلی بیشتر از این رو هم در اذان در واقع اضافه میکنند. تمام اینها ساخته و پرداخته کسانی هست که در واقع خودشون زینب بودند، میخواستند اعلام بکنند و این مسئله رو یه مقدار داغ‌تر جلوه بدن و به نفع خود در واقع استفاده بکنند. در زمان رسول الله، در زمان ائمه، خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه چنین اذانی نبوده و حتی علمای شیعه هم اعتراف میکنند که این اذان را خودشون اضافه کردند به خاطر اینکه شعار تشیع هست، نه اینکه اصل دینی باشه که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده باشه.